به نام خدا. سلام. تو این قسمت ما میخوایم درباره اینکه حالا ترید چیه، توی چه بسترهایی میتونیم ما ترید انجام بدیم در بازارهای مالی جهانی و این بسترها بیسشون چیه و از کجا به وجود اومدن و به صورت کلی ما با ترید و اینکه حالا کجاها میتونیم ترید رو انجام بدیم آشنا میشیم. در وهله اول اینکه ترید چیه. ترید در لغت به معنای تجارت و خرید و فروشه. ترید اینجا توی بازارهای مالی به معنی خرید و فروش و معامله ارزش‌های دیجیتالی به صورت آنلاین و مجازیه که حالا این ارزش‌های دیجیتالی میتونه سهام شرکت‌های مختلف باشه، میتونه انواع کالاها مثل نفت و طلا و اینا باشه که توی فارکس معامله میشه و یا ارزهای دیجیتال یا همون کریپتوکارنسی باشه که حالا به جز ما اینا رو با هم بررسی میکنیم. حالا ببینیم تفاوت ارزهای دیجیتال و فارکس چیه، این دو تا بستری که عمدتا ما میتونیم روشون ترید بزنیم. توی 24 ساعت شبانه روز حدود 6 تریلیون دلار توی فارکس خرید و فروش میشه، معامله میشه و توی کریپتو در حال حاضر 100 بیلیون دلار یا همون 100 میلیارد دلار داره معامله میشه. این چیزی هولوش 60 برابر فارکس نقدینگی بیشتری داخلش جریان داره. خب حالا میخوام ببینیم فارکس یعنی چی. فارکس در لغت به معنای بازار معاملات ارزهای خارجی، همون فارن اکسچنج مارکته که اگر بخوایم فارکس رو با بازارهای سهامی که توی دنیا وجود داره مقایسه کنیم، بازار سهام لندن با 7.2 بیلیون دلار، بعد سهام توکیو با 18.9 بیلیون دلار و بزرگترین بازار سهام دنیا یا همون وال استریت بازار سهام نیویورک با 22.4 بیلیون دلار میزان نقدینگی و جریان پولیشون هست و بعد از اون بازار فارکس با 6.6 تریلیون دلار با اختلاف بسیار زیادی نسبت به بازار سهامایی که وجود داره در دنیا معامله میشه و این قدرت و میزان نقدینگی فارکس رو به ما نشون میده. حالا بیایم بررسی کنیم ببینیم توی فارکس ما چه چیزهایی رو میتونیم ترید کنیم و خرید و فروش کنیم. جفت ارزهای خارجی یا کارنسی پیرز، کامودیتی ها یا همون کالاها، شاخص ها یا همون ایندکس ها، اوراق قرضه یا باند، سهام و استاک، ارزهای دیجیتال یا همون کریپتوکارنسی ها رو ما میتونیم توی فارکس ترید انجام بدیم. حالا میایم دونه دونه اینا رو بررسی میکنیم که چیا هستن و چطور میتونیم اینها رو خرید و فروش کنیم. حالا جفت ارزهای خارجی رو میایم بررسی میکنیم ببینیم چی هستن و خب طبیعتا این جفت ارزها بیشترین میزان نقدینگی و گردش مالی رو به خودشون اختصاص دادن. هر ارز نماد خودش رو داره، یورو، EUR، دلار آمریکا USD، بعد پوند انگلیس GBP و به همین ترتیب بر اساس میزان نقدینگی شماره گذاری شدن که یورو خب ناحیه اروپاست و بیشترین کشورها با یورو دارن معاملات خودشون رو انجام میدن، بعدش دلار آمریکاست، کشورهای زیادی بر اساس دلار دارن معاملات خودشون رو انجام میدن و جفت ارزهای دیگه که حالا و ارزهای دیگه که بعد میایم جفت ارزها رو بررسی میکنیم. جفت ارز یعنی چی؟ یعنی ما میایم نسبت یورو به دلار آمریکا رو بررسی میکنیم. این نام مستعاری هم دارن که برای حالا اطلاعاتمون بد نیست بدونید، مثلا یورو به دلار رو میگن فایبر. این جفت ارزها بر اساس میزان نقدینگی و میزان حجمی که داره معامله میشه باز شماره بندی شده. اولین جفت ارز یورو USD، دومی پوند دلار، سومی دلار به دلار استرالیا به دلار آمریکا AUD USD. اینا اگر بخوایم به صورت ساده براتون بیان کنم، مثلا یورو به دلار یعنی ما میایم ارزش دلار، ارزش مارکت دلار رو به نسبت ارزش مارکت یورو رو به نسبت مارکت دلار میسنجیم و به طور مثال اگر یورو در ناحیه یورو بخواد تقویت بشه یا خبر مثبتی برای یورو بیاد، خب یورو USD رشد میکنه، صعودی میشه، ما میتونیم روش لاین بگیریم. اگر خبر مثبتی برای دلار آمریکا بیاد، یه خبر حالا عجیب غریبی بیاد و باعث رشد دلار آمریکا بشه، خب عملا چون USD همون دلار آمریکا در مخرج قرار داره، پس هرچی مخرج کسر بیشتر بشه اون جفت ارز نزول میکنه، اون کسر نزول پیدا میکنه، یورو داخل صورته و
دلار آمریکا در مخرج قرار داره. پس دلار اگر صعودی بشه جفت ارز یورو یو اس دی نزولی میشه. حالا جلوتر ما اینا رو بررسی میکنیم و اینو فقط بهش اشاره کردم توی این اسلاید. چیز دیگه ای که باید بدونیم درباره‌اش اینه که جفت ارزهای اصلی یک سمتشون حتما دلار آمریکا قرار داره، برای همین بهش میگن جفت ارزهای اصلی به این 7 مورد و عملاً 85% حجم معاملات روزانه در فارکس هم متعلق به جفت ارزهای اصلیه. یعنی 85% از اون 6.6 تریلیونی که در روز داره معامله میشه در فارکس مربوط به جفت ارزهای اصلی فارکسه. جفت ارزهای فرعی دلار آمریکا توشون نیست و ارزهای مختلف به نسبت هم با هم پیل شدن، جفت شدن و ما میتونیم روشون معامله انجام بدیم. یک سری جفت ارزهای عجیب داریم که حالا اگزاتیک بهش میگن که ترجیحاً اینو فقط برای اطلاعات عمومی براتون اینجا گذاشتم و نباید روشون عملاً تریدی انجام بشه به خاطر حجم مارکت پایینی که دارن، به راحتی قابل دستکاری و چارتشون میتونه تغییر کنه. کامودیتی یا همون کالا شامل چیا میشه؟ شامل فلزات که طلا، نقره، پلاتین، پالادیوم، مس، نیکل بیشترین حجم حالا فلزاتیه که در بازار فارکس داره معامله میشه که هر کدوم نماد مخصوص خودشو داره. طلا XAU، نقره XAG و به همین ترتیب فلزات دیگه که طلا و نقره بیشترین معاملات داره روشون انجام میشه توی فلزات. محصولات کشاورزی مثل گندم، ذرت، سویا، پنبه هم قابل معامله هستن که با این نمادها ما میتونیم اینا رو پیدا کنیم و روشون معامله انجام بدیم. منابع انرژی مثل US Oil که همون نفت آمریکاست با نماد حالا یا US Oil یا WTI و UK Oil یا BRN همون نفت برنت، نفت بریتانیا که با همین نمادهایی که اینجا قرار دادن معامله میشن. شاخص ها یا همون ایندکس ها چیا هستن؟ شاخص نزدک رو داریم ما در فارکس و میتونیم روش ترید انجام بدیم که با این نمادها نشون داده میشن NSD 100, US 100, NAS 100 و NDX. شاخص داو جونز، شاخص که با این نمادهای DJI و USC نمایش داده میشه. داو جونز خب اگر درباره‌اش مطالعه کرده باشین ترکیب عملا ارزش 30 شرکت برتر آمریکاست و عملا نشون دهنده عملا خلاصه ای از استاک آمریکا، بازار سهام بورس آمریکا رو به ما نشون میده. عملا یک شاخص وزنی از بورس آمریکاست که از 30 شرکت برترش تبعیت میکنه و بالا پایین میشه و خیلی اقتصاد آمریکا روی شاخص داو جونز تأثیر داره. شاخص بعدی شاخص S&P 500 که با SPX 500 نمایش داده میشه داخل فارکس و بخوایم روش معامله انجام بدیم و شاخص دلار یا همون DXY. موارد دیگه که قابل تریده اوراق قرضه است. اوراق قرضه آمریکاست که اوراق قرضه 10 ساله و اوراق قرضه 2 ساله US 10 years و US 2 years که میشه توی فارکس معامله کرد. سهام های آمریکا عملا یا همون استاک آمریکا که میتونیم حالا به طور مثال سهام شرکت های بزرگ آمریکا مثل اپل، گوگل، آمازون، تسلا و حالا شرکت هایی که کوکاکولا و شرکت هایی که داخل سهام آمریکا هستن هم میتونیم در فارکس معامله کنیم و ارزهای دیجیتال هم میتونیم توی فارکس ترید انجام بدیم مثل بیت کوین، اتریوم، کاردانو، لایت کوین، دوج کوین و خیلی از ارزهای دیگه‌ای که توی فارکس قابل ترید هستن. حالا ارزهای دیجیتال چیان و از کجا نشأت گرفتن؟ ابتدا ما بیایم ببینیم حجم مارکت کلیش چیه یا همون توتال مارکت کپش. توتال مارکت کپ ارزهای دیجیتال 3 تریلیونه در حال حاضر که روز به روز هم داره افزایش پیدا میکنه که در 24 ساعت همونطور که ابتدای این پاورپوینت خدمتتون گفتم 100 بیلیون حجم خرید و فروش توی 24 ساعت در مارکت کریپتو. ارزهای دیجیتال از کجا به وجود اومدن؟ سال 2009 فردی به نام ساتوشی ناکاموتو با هویت مجهول که هنوز هم مشخص نیست کیه اومد گفت ادعایی کرد، گفت من بیت کوین رو خلق میکنم بر بستر بلاکچین و فضای مجازی
که بیاد با دلار برابری کنه و عملا بانک ها از بین برن و بیان افراد مردم به جای دلار آمریکا از بیت کوین استفاده کنن برای معاملات خودشون. ادعای بزرگی کرد و اومد این این ارز مجازی رو بر بستر بلاکچین که جلوتر توضیح میدم خدمتتون که بلاکچین چیه، این ارز رو بر بسترش خلق کرد. بلاکچین، من خیلی سریع بخوام بلاکچین رو خدمتتون توضیح بدم، اسمش روشه. بلاکچین یعنی بلاک هایی که به صورت زنجیروار به هم متصل شدن. هر بلاک این همه داخل فضای ابری اینترنت و فضای مجازی قرار داره که هر بلاکی که داخل بلاکچین قرار داره شامل دیتا هش و هش بلاک قبلی خودشه. دیتا شامل اون اطلاعاتی از اون تراکنشه که آدرس فرستنده، آدرس گیرنده و مقدار اون ارزش، حالا اینجا بیت کوین رو مثال بزنم، ارزش اون بیت کوینیه که داخل اون بلاک داره، داخل اون تراکنش داره جابجا میشه. هش چیه؟ هش اون شناسه اون بلاکه که مثل اثر انگشت میمونه و دیگه داخل بلاکچین تکرار نمیشه و مختص به همون تراکنشی که ایجاد شده. این بلاک ها به صورت زنجیروار به هم متصل میشن که بلاک اول که جنسیس بلاک بوده و تشکیل شده، با اولین تراکنش هش تراکنش اول و هش مربوط به اون بلاک اول شکل گرفته و توی تراکنش بعدی هش ابتدای تراکنش بلوک بعدی قرار میگیره و هش بلوک جدید به وجود میاد که حاوی هش بلوک قبلی خودشه و به همین ترتیب و زنجیروار این بلوک ها به هم متصل میشن و این هش ها به هم متصل میشن و اگه هکری بخواد بیاد بیت کوین یا اون ارز داخل اون بلاک رو هک بکنه و بدزده، عملا اون زنجیره از هم میپاشه و چنین چیزی امکانی، عملا اون بلاکچین بی‌معنی میشه، پس نمیتونه دستکاری کنه و اون ارزش رو هک بکنه و اگر به طور مثال توی بلوک شماره 2 هشش رو تغییر بده، توی بلوک بعدی به مشکل میخوره و تا مشکل بلوک قبلی حل نشه بلوک بعدی ایجاد نخواهد شد. توی هر بلوک هم خب بسته به بلاکچینی که وجود داره مقداری زمان صرف میشه که اون بلوک ساخته بشه و نیاز به تاییدیه های مختلفی داره که اون هش ریت ایجاد بشه و این مدت زمان هم باعث میشه اون هکر نتونه به سرعت وارد عمل بشه و بخواد کاری رو انجام بده. عملا سیستم بلاکچین سیستم غیر قابل هکی میشه با این سیستمی که به وجود اومده. ارزهای دیجیتال که بیت کوین عملا 60% مارکت کل ارزهای دیجیتال رو بر عهده داره و مادر ارزهای دیجیتاله و بعد از اون آلت کوین ها هستن یا همون آلترناتیو کوین و به هر چیزی به جز بیت کوین میگن آلت، یعنی کوین های دیگر. آلت کوین ها هم شامل کوین و توکن ها هستن که کوین ها بلاکچین مخصوص خودشونو دارن، توکن ها بر بستر کوین ها سوار شدن که در مجموع کوین ها و توکن ها 40% حجم مارکت رو دارن. بستری که این معاملات رو ما میتونیم داخلش انجام بدیم و خرید و فروش کنیم چی هستن؟ کریپتو و ارزهای کریپتو یا همون ارزهای دیجیتال رو اگر بخوایم نگهداری کنیم که به اصطلاح هودل کنیم، این جریان هودل هم خدمتتون بگم. ابتدا فردی تو همون سالهای ابتدایی بیت کوین مقدار زیادی بیت کوین خریداری کرد و توی توییتر خودش و صفحه خودش اعلام کرد که من مقدار بیت کوین رو میخواست بنویسه هولد کردم، اون دی و الش رو جابجا نوشت و هودل شد و به خاطر حالا این اشتباهی که اون شخص انجام داده از اون بابت به جای هولد میگن هودل و حالا تفاوتی نمیکنه. یا باید ارزهای دیجیتال رو نگهداری کرد یا باید خرید و فروش یا همون ترید انجام داد. که برای نگهداریش ما میتونیم از والت‌های نرم افزاری یا والت‌های سخت افزاری استفاده کنیم. والت‌های نرم افزاری اپلیکیشنی که روی گوشیم یا روی سیستم میتونیم نصب کنیم که مهمترینشون که احتمالاً اسمش هم شنیده باشید تراست والت یا متاماسک یا حالا به طور مثال تون کیپر و والت‌های مختلفی که وجود داره. والت سخت افزاری هم مانند یه فلش کوچیکه که به سیستم متصل میشه و قابل لمسه که شرکت لجر داره، یعنی از ابتدا این کیف پول‌های سخت افزاری رو برای کریپتو تولید میکرد
برای انجام معاملات و خرید و فروش کریپتو یا میتونیم ما که داخل ایران هستیم از صرافی داخلی استفاده کنیم یا از صرافی‌های بین‌المللی. ما برای تبدیل کردن ریال خودمون به دلار یا هر دلار مجازی یا هر ارز دیجیتال دیگه‌ای از این صرافی داخلی استفاده میکنیم که مهمترینشون که با گردش مالی زیادی هم دارن نوبیتکس، آوانتتر، تبدیل، والکس یا هر صرافی دیگه‌ای هستن. صرافی‌های بین‌المللی هم خب ما اکثر صرافی بین‌المللی تحریم هستیم و نمیتونیم داخلشون فعالیتی کنیم که بزرگترینشون بایننس، کوین بیس، بای بیت یا کوینکس که بعضا مثلا کوینکس چه میدونم یک سری صرافی‌ها حالا صرافی‌ها یه ذره با مارکت پایین‌تر میتونیم توشون فعالیت کنیم و توی بستر صرافی بین‌المللی بتونیم ترید انجام بدیم. توی فارکس ما بخوایم اگر اون معاملات و خرید و فروش خودمون رو انجام بدیم میتونیم از بروکر که عملا همون کارگزاری ها هستن توی بورس ایران اگر دقت کنید اگر سهامی رو خرید و فروش کرده باشین داخل بورس ایران، بورس داخل ایران، کارگزاری مختلفی اسمش این کارگزاری مفید، آگاه یا هر کارگزاری دیگه. توی فارکس هم ما باید با استفاده از کارگزاری بین‌المللی سهام ها و ارزش های جهانی رو معامله کنیم که به طور مثال اینجا هم ما نمیتونیم داخل تمام بروکرهای دنیا فعالیت کنیم به خاطر شرایط تحریمی که وجود داره که بزرگترینشون بروکر وانداس که مربوط به آمریکا، آلپاری، اوپو فایننس، یونیکورن و هزاران و صدها بروکر که وجود دارن که باید اول ببینیم میتونیم داخلشون ما که داخل ایرانیم فعالیت کنیم یا نه. این بسترها برای انجام معاملات و خرید و فروش تمام این حالا کریپتو، فارکس و حالا ترید داخل هر کدوم از این بسترها ما میتونیم استفاده کنیم و در جلسات بعدی ما انواع تحلیل ها رو بررسی میکنیم که چه تحلیلی به دردمون میخوره و کجا میتونیم از این تحلیل ها استفاده کنیم.